کردن ضرورت که هم افراد در دنیای امکانات رو کردن میشه امکانیت یعنی که با پیدا شدن امکانیت ما در نقشه گرفتیم مکتوبایی که در کار هست لازمی هست و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت هست که ساختمان همین بینای مقامات شهر وظیفه شعبه ساختمان اساسی ولایت قرار دادن وظیفه اون قرار دارد ما با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مکتوب کردیم که در نقشه 35 سالگی در دوره امکانات ساختمانی بینای مقامات با نقشه گیرد امکانات هست تمامی واسطه‌هایی که تمام می‌باید که هست استفاده کرده بینای مقامات شرایطی کاری با کارمندان یعنی ما حیات کنیم بینای باید ساختمان آغاز کنیم امکانات وابسته به امکانات وابسته به دارایی‌ها گفته ایستاده که در حقیقت هر سال ما اعلامیه پیشنهاد می‌کنیم وابسته به دارایی هر خدمتچی دولتی موافق قراری حکومت جمهوری تاجیکستان و من هم نیز همچون رئیس شهر همچون چیز اعلامیه پیشنهاد میکنم و من دارایی ما در یک جای در زندگی یک جای حرکتی البته یک خانه جای زیست داریم فرزندان ما قطع زندگی میکنیم دیگر ما یکم دارایی دیگری زیادتی که شما چیه در نظر دارید ما گفتن نکنیم برای که ما نداریم هم خیلی دارایی یک خانه تمام؟ ندارم هیچی ندارم یک خانه در شهر دوشنبه خانه دارم شوهرم در قربت زندگی میکنم اینجا خانه خدمتی داره؟ اینجا نیه خانه برای تشکر چون در دوران استقلالیت دولتی مردم تاجیکستان صاحب همه چیز شدن صاحب ماشین صاحب خانه‌های الویده صاحب بایگانی البته ما پیش از همه اگر درباره دارایی باشد سلامتی خود داریم یا بینهایت مهم است دارایی از همه قیمت‌ترین است خب اگر درباره ثروت شما گفتنی باشید ضرور باشد برای خانه استقامتی بلندشونه در خانه استقامتی بلندشونه شهر دوشنبه کوارتیر داریم و خانه ناتمام در ناحیه رودکی داریم ماشین خصوصی داریم استراحتگاه یا که به طور داچه داریم 8 فرزند داریم 8 فرزند یتای خانه دارم خوشبختی بسیارش دارم خوشبختی کسی که از نظر بالا دارم خوشبختی من همین هر یک تاجیکستانی هستی همینه یک کس محدود نکرده است امروز ما از این باید فکر میکنم شکر کنیم تشکر